بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، سلسله برنامه‌های مستقیم ما در موضوعهای خیلی مبرم روز که برای دو روز برای هر روزه زندگی ما و شما هست، یعنی میگذرد در این موضوع یا در اون موضوع، در کدام موضوعی که باشد مهم اساس برای اکثریت. وقتی که اکثریت یک موضوع رو پیشنهاد میکنن، خواهش میکنن که در این موضوع باید از نظر دین مبین اسلام یعنی صحبت شود، البته مرکز اسلامی فرق نمیکند کدام کارمندی که نباشد در اون موضوع یک صحبتی از نظر اسلام میکنن. چرا؟ به خاطر که مقصد مرکز اسلامی هم و مقصد اسلام قبل از همه یعنی سعادت انسانیت و بشریت در دنیا و آخرت است و از همین جمله یعنی مرکز اسلامی هم مقصد مرکز اسلامی هم یعنی کامیابی شهروندان، کامیابی مسلمانان تاجیکستان یا عموما فارسی زبانان و تاجیک زبانان چه داخلی چه خارجی کشور، یعنی به مقصد رسانیدن و به سعادت رسانیدن و کامیاب کردن تمام مردم مسلمان است. موضوع امروزه ما درباره اسرافکاری. اسرافکاری یعنی چی؟ اسراف چی رو میگن؟ اسراف کردن چی خطر دارد؟ یا اینکه اسراف کردن برای فرد یا افراد عائله چی بی‌برکتی و نحسی و کثرتی و کثافتی رو میارد؟ یا اسراف نکردن برای فرد یا افراد عائله یا عموما عائله یا عموما جمهوری چی خیر و برکت و فیض و یعنی رحمت الهی رو میارد؟ اطراف این یعنی درباره این سوال ها ما صحبت داریم. حالا اسراف یعنی چی؟ اسراف از حد گذرانیدن. حالا پروردگار میگه استعیذ بالله کلوا واشربوا ولا تسرفوا ان الله لا يحب المسرفين. شما بخورید و بنوشید و اسراف نکنید، چرا که پروردگار اسراف کنندگان رو دوست نمیدارد. حالا ببینید پروردگار آشکار و روشن میگه از نعمتهای من بخورید و بنوشید اما اسراف نکنید. حالا حتی همین خوردن در حدیث مبارک پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگویند که ما قومی هستیم، یعنی ما مسلمان ها قومی هستیم که با وجود همه ملت و قومیت ها، یعنی ما مسلمان ها مردمی هستیم که تو اگر گرسنه نمونیم نمیخوریم، اگر گرسنه نموندیم میخوریم، در خوردن اسراف نمیکنیم، یعنی معده رو به سه قسمت تقسیم میکنیم، یک قسمتش برای خوردن، یک قسمتش برای نوشیدن و یک قسمتش برای آزاد نفس کشیدن. شما دیدید هر انسانی که این قاعده رعایت کند پس باز بیمار شود نمیشود. حسن بصری رو رحمت الله علیه رو پرسیدن که حالا که بعد ضیافت گفتن سیر کردید؟ گفتن که نه. گفتن گرسنه؟ گفتن که نه. یعنی تا همون اندازه که نه سیر میکنید که دیگر معده پر شود، حتی فعالیت معده برای معده هم فعالیت هضم کردن دشوار و مشکل شود، نه اون قدری که گرسنه بمانید. یعنی خوردن در همونجا باید میگه قطع کنید که معده یا اینکه یعنی نفس یا که بدن باز میل به خوردن دارد همینجا قطع میکنه. یعنی یک اندازه خوردن و یک اندازه نوشیدن و یک اندازه معده رو خالی گذاشتن تا اینکه آزاد فعالیت داشته باشد معده. یک برادری بود که در بیمارخانه یک دولتی از دولت‌های غرب عیناً همین حدیث رو با نام محمد ابن عبدالله نوشتگی هستن. واقعیت شما دیدید کدام انسانی که کم میخورد او بیمار شود؟ نه. شما دیدید انسان پرخوری رو که بیمار نشود؟ نه. هر پرخوری حتمی بیمار است. هر اون کسی که رعایت میکند این معیار رو، این چینک رو، حتمی سالم زندگی میکند. ما از این آیه کریمه که
میگوید استعیذ بالله سوره اعراف آیه 31 و کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. شما بخورید و بنوشید و اسراف نکنید و تحقیق پروردگار اسراف کنندگان رو دوست نمی‌دارد.